عبدالله ابن ابی بکر فرزند رسول الله را مجاهد تربیه میکنه. زمانی که حضرت پیغمبر اسلام امرای ابو بکر صدیق در غار ثور قرار میگیره، حضرت عبدالله ابن ابی بکر ماجرا را در شهر مکه مکرمه حفظ میکنه، آلات کشف میکنه، باز میآید خبر میده به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. مطلبم چیست؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم در زندگی 13 سالش دختران امت را مجاهد تربیه کرده، طفلای امت مجاهد تربیه کرده، پیرمردهای امت مجاهد تربیه کرده، پیرزن امت را مجاهد تربیه کرده. شما خبر دارید که حضرت سمیه را دشمنان اسلام در سرزمین مکه شهید کردند. زمانی که در سرزمین مدینه تشریف میبره، وقتی که اهل مکه ناسپاسی و بیقدری در برابر این نعمت بزرگی عالمی میکنه، رسالت جناب رسول الله، الله این نعمت از پیشش میگیره. زمانی که در سرزمین مدینه منوره میره، در سرزمین مدینه منوره رسالت حکومت اسلامی را تشکیل میده، امارت اسلامی را روز برگزار میکنه. فرزندان امت از گوشه گوشه دنیا به خاطر فرا گرفتن علم دینی در مدرسه رسول الله تشریف میارند. از سرزمین فارس سلمان فارسی میره، بلال حبشی از سرزمین حبش میره، از سرزمین شام و از سرزمین مصر و عراق، خلاصه از سرزمین یمن، از گوشه گوشه دنیا در مکتب رسول الله، در مدرسه رسول الله رفته درس دینی را، علوم دینی را از جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرا میگیره. زمانی که از جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم درس جهاد